اینجا رودخانه خیافچای در شهرستان مشکین شهر است. امروز آقای سلیمانی معروف به مرد یخی قصد دارند رکورد جدید موندن در داخل آب سرد رو به ثبت برسونند. ایشون چقدر میتونن دووم بیارن؟ 45 دقیقه. آقا پسر شما؟ 5 دقیقه. از لحاظ علمی که توجیه خاصی براش وجود نداره قطعا تا حالا، ولی خب این احتمالی عادتی که حدود 15 سال اینجوری آب تنی میکنه تو آب یخ، احتمالی عادته برای بدنش. آقای موسوی الان تایممون روی چنده؟ 1 ساعت و 32 دقیقه آقای دهقان. دقیقاً 1 ساعت و 32 دقیقه و 25 ثانیه. رکورد ماندن در آب سرد مربوط به آقای جیم سونگ از کشور چین به مدت 120 دقیقه می باشد. سردتون نیست؟ اصلا. الان تایممون چنده؟ 2 ساعت و 12 دقیقه. 2 ساعت و 12 دقیقه. آقای سلیمانی بعد گزارش هم دستبردار نبود. با انجام حرکات نمایشی دوباره موجب حیرت اطرافیان شد.